بینندگان عزیز و ارجمند، یک نکته‌ای که قطعاً در جامعه برای من و شما پیش خواهد اومد، در زندگی اجتماعی، در برخورد و تعامل با مردم، بسیار طبیعی هست که رنجش‌های و کدورت‌های میان ما و دوستان و عزیزانمون پیش بیاد. کسانی شاید در حق ما کوتاهی بکنند و به ما اذیت و آزاری برسانند و بدی بکنند. همه من و شما میدونیم که در مقابل بدی کردن خیلی ساده و آسان هست. بدی را بدی سهل باشد جزا. خیلی ساده هست که ما در مقابل کسی که به ما بدی کرده بدی بکنیم. اما بدی کردن در مقابل بدان کار افتخارآمیزی نیست. بدی کردن در مقابل کسانی که به ما بدی کردند نه کرامتی هست و نه جایی برای ستودن و تمجید هست. واقعا اگر کسی در برابر بدی ها نیکی بکند، کسی که به شما بدی کرده شما در مقابل احسان و نیکی بکنید، این واقعا اخلاق وارسته و نیکویی هست، اخلاق فاضله‌ای هست که جا دارد که از چنین انسان‌های انسان باید تعریف بکند و این افراد رو باید تکریم بکنیم. این یک دستور الله متعال هست که می‌فرماید ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. کسانی که به تو بدی کردند در مقابلشون نیکی بکن. یک بار موضع عاقلانه‌ای بگیر. اگر میخواهی که واقعا بدخواهان خودت را تبدیل به خیرخواه بکنی، اون کسانی را که به تو بدی کردند گونه عمل بکنید که خودشون شرمنده بشوند، بخواهند بیایند و از تو معذرت بخواهند، این است که در مقابل بدی به اونها احسان بکن. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. اگر بدی را با نیکی پاسخ دادی، همان کسی که دشمن سرسخت تو هست میبینی که به دوست صمیمی تو تبدیل شده. اضافه بر این ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث زیادی به ما این دستور را داده. ما باید با نفس خودمون مجاهده بکنیم، جهاد بکنیم، ستیز بکنیم. مهار خودمون را نباید به نفس و شیطان بسپاریم. هرچی نفس و شیطان به ما املا بکند آن را عمل بکنیم. این کار نادرستی هست. ما باید از خودمون بر اساس عقل و منطقمون، بر اساس ایمان و اعتقادات و باورهایمون باید تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. بدین خاطر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما میفرماند ادی الامانه الی من ائتمنک. امانت را به کسی که به تو سپرده باز بگردان. در امانت خیانت نکن. ولا تخن من خانک. کسی که به تو خیانت کرده تو متقابلا به اون خیانت مکن. این اخلاق اسلامی نیست. خیانت ولو این که در پاسخ به خیانت باشد، متقابلا انسان خیانت بکند، از نظر شرعی و دینی امر پسندیده ای نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه نقل کرده میفرمایند صل من قطعک. چه دستورات و توصیه های با ارزشی هست. صل من قطعک. آنهایی که با تو قطع ارتباط کردند، قطع صله کردند، تو با اونها صله رحم بکن. خویشاوندانتان، دوستانتان که با تو قهر هستند، تو با اونها قهر نباش. تو برای خودتو نزدیک بکن. اونهایی که به تو سلام نمیدهند تو به اونها سلام بگو. صل من قطعک. آنها که با تو قطع ارتباط کردند تو با آنها صله رحم بکن، خودت را به آنها وصل بکن. و اعط من حرمک. کسی که چیزی را از تو دریغ داشته تو هم خیر خودت را از او دریغ مدار. ولو اینکه خیرش نفعش به تو نرسیده، هیچ وقت در زندگی حتی یک بار به تو خیری نرسانده و نیکی نکرده،
اما تو اون گونه نباش. خیر تو باید به برادر مسلمانت برسد. واعف عمن ظلمک، اون کسی که بر تو ظلم کرده، ستم کرده، تو بر اون ظلم و ستم نکن، در مقابل اون رو معاف بکن. واقعا این توصیه های با ارزش رسول الله صلی الله علیه و سلم رو فقط انسانهای بردبار، انسانهایی که دارای عزت نفس هستند، انسانهایی که دارای علو و همت هستند و عزیمت بزرگی رو دارند، اونها میتونن بر این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنن. همان گونه که الله متعال در آیه که قبلا خدمت شما تلاوت کردن میفرمایند و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فقط اونهایی که صاحب بهره عظیمی هستند از علم، از تقوا، از عزت نفس، از علو و همت، اونها میتونند که بر این موارد عمل بکنن. آری رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور داده این بی‌عزتی نیست، این کم آوردن نیست، این اهانت به نفس نیست، این بلکه عزتی هست که فراتر از این عزتی وجود ندارد. سل من قطعک، اونهایی که خودشون را از تو بریدند تو خود را به اونها وصل بکن. و اعط من حرمک، اون کسی که خیرش را از تو دریغ داشته تو به اون نیکوکاری بکن، خیر برسان. و اعف عمن ظلمک، آن کسی که بر تو ستم کرده از اون عفو بکن و او را ببخش. این روش رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. اون گونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به ما میگوید و نقل میکند از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم، میفرمایند که ولا یجزی السیئه بالسیئه، رسول الله صلی الله علیه و سلم بدی را به بدی جواب نمیدادند. خب چه کار میکردند وقتی که بدی را به بدی جواب نمیدادند؟ میفرماید ولکن یعفو و یصفح، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف میکردند، درگذر میکردند، میبخشیدند. پس من و شمایی که مدعی هستیم که ما پیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم، اهل سنت و روش رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم، بیاییم بزرگواری بکنیم، از خودمون این کرامت رو نشان بدهیم، عزت نفس رو نشان بدهیم که بتوانیم در مقابل کسانی که به ما بدی کردند نیکی بکنیم و احسان بکنیم. یک مقوله جالبی از شعبی نقل شده که میگوید یک فردی اومد به شعبی دشنام داد، بد و بیراه گفت. شعبی یک جمله زیبایی در مقابل گفت که اگر تو راست میگویی واقعا این عیب در وجود من هست، الله متعال مرا ببخشد. طعنه زد که فلان کار را کردی، چون این و چنان هستی. گفتی اگر راست میگویی الله مرا ببخشد، واقعا کار نادرستی هست. اما اگر دروغ میگویی الله متعال تو را ببخشد که به من افترا زدی و تهمت زدی. این اخلاق فقط از اون کسانی میتواند سر بزند که معیار اصلیشون آیات قرآن، احادیث رسول الله و پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. اون کسانی که در پی حرف مردم هستند که مردم پشت سر من چی میگویند، مردم چی قضاوت میکنند، این بی عزتی هست، مردم من خار میشم در نظر مردم با این کارها، چون این افراد نمیتونند که این عمل عظیم و با ارزش رو انجام بدهند. اما اون کسانی که به تعبیر قرآن بهره عظیمی دارند از علم و حلم و عزت نفس، قطعا اونها میتوانند که در مقابل بدخواهان خودشون، در مقابل کسانی که بهشون بدی کردند نیکی بکنند. انشالله اگر شما هم سعی بکنید و تمرین بکنید میتوانید که به این مرحله عالی از تقوا برسید که اون کسانی که به شما بدی کردند به جای این که به اونها بدی بکنید برایشون دعای خیر بکنید، مانند امام شعبی فرمودند که اگر راست میگی خدا مرا ببخشد، اگر دروغ میگویی خداوند متعال تو را ببخشد. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.